یک سرود است با نام فهمیدم که فهمیدی فهمیدم و این را از تاجیکستان نگینه رؤوف میخواند و از افغانستان ساربان. خب آهنگ از کی باشد نمیدانم، اما گپ اینجا سر این نیست. اینجا یک جوان یک روز پرسید که اکا همین سرود چی معنی دارد؟ فهمیدم که فهمیدی فهمیدم. خب منم به زبان امروزه جوان ها گفتم که این سرود میگوید که خید کردم که خید کردی خید کردم. بعد از او پرسیدم که فهمیدی؟ گفت اکا نفهمیدم و لیکن خید کردم. خب شما هم با فکرم که خید کرده یا فهمیدی. خب اگر یگان چیزی گفتنی داشته باشید در پایان ویدیو در کامنت نویسید. اگر یگان گپ ندارید نویسید که اکا گپ نیست.